لا تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان. مهمان شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه امروز از محضر جناب دکتر احسان الله مبارز بهره‌مند هستیم. خدمت این بزرگوار نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید جناب شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که تا به پایان برنامه لحظات خوبی را برای ما عنایت فرماید. آمین ان شاء الله. ما هم خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید داریم. قبل از شروع بنده از بینندگان عزیز درخواست میکنم کسانی که تماس میگیرن یا SMS میفرستن که لطف کنن و سوال هایی که در ذهنشون هست را به صورت، یعنی چیزی که در ذهنشون هست را به صورت سوالی در بیارن و بعد بفرستن تا یکی اینکه خیلی خلاصه باشه، به خصوص تماس ها، که بینندگان دیگه هم بتونن از این فرصت استفاده بکنن و سوال های خودشون را مطرح بکنن. یعنی سوال را اول در ذهن خودتون آماده بکنین و بعد تماس بگیرین تا هم بتونین راحت‌تر سوال رو مطرح بکنین برای ما و ما بفهمیم که سوال کاملا چیه و همین که وقت برای جواب دادن و برای اینکه دیگر بینندگان نیز تماس بگیرن وجود داشته باشه. جناب دکتر، اولین سوال بیننده در مورد بعضی از گناه ها است که سوال کردن که آیا خود ارضایی گناه است یا نه؟ الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع سوالی که داشتن و برادری که سوال کردن شاید بارها و بارها در شبکه جواب داده شده باشد و ولی می شود که فرد دیگری بوده باشد و بیننده جدیدی باشد. بله برنامه‌های دیگه، یعنی بینندگان زیادی این سوالو براشون مطرح میشه و برای اینکه بالاخره حکمشو بدونن سوال میکنن بدون در نظر گرفتن اینکه آیا قبلا این سوال از تلویزیون پخش شده یا نه. حکم خود ارضایی معروف هست و همگی به آگاه هستند که در اصل خود یکی از صورت‌های هم از لحاظ صحی و هم از لحاظ شرعی غیر قابل توصیه هست که نباید جوانان به این رو بیارن و از استخدام بکنن نکاح فعل و عادت قبیح و مذموم را، چون هم از لحاظ صحی به اونها ضرر دارد و هم از لحاظ شرعی یکی از جمله مواردی نادرست هست که به اولین استدلالی که برای از قرآن کریم استدلال می شود آیات است که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. از آیات استدلال میکنن اکثر علما به این که یعنی مسلمان ها در صفات مسلمان ها و متقین الله تبارک و تعالی بیان کرده که از جمله کسانی هستند که شرمگاه خود را حفاظت میکنن مگر از همسران خود و کنیزان خود. پس در که با این دو نوع درست یک نوع تجاوز از حدی که خداوند مشخص کرده. بله و در غیر اون باید حفظ شود، چون آب و چیزی که انرژی که اینجا نهفته هست برای چیزی دیگره الله تبارک و تعالی او را مقرر کرده، نه به اینکه ضایع ساخته شود و هم در آینده امراض و آفت‌های متعددی را برای صحت خود این شخص به بار بیارد. بله جزاکم الله خیر شیخ بابت این
تفسیری که در مورد این سوال کردین. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که آیا گناه ندارد وقتی آیات قرائت می شود، قرآن تلاوت می شود، به صورت بالش زیر سر و یا درازکش خوابیده باشیم و گوش کنیم؟ نه، در اصل اشکالی ندارد، اما ادب این است که مؤدبانه نشسته باید قرآن کریم را گوش کنیم، ورنه در عام حالات در هر حالت میتوانیم که ما با قرآن کریم گوش بدهیم. قسمی که الله تبارک و تعالی درباره ذکر قرآن کریم، ذکر الله تبارک و تعالی فرمودند که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مسلمان ها کسانی هستند که الله تبارک و تعالی را ایستادن، نشسته و بر پهلو خوابیده ذکر میگن. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله آیاتی که در هنگام به خواب رفتنشان میخواندن قسم سوره بقره و آیت الکرسی و همچنین 10 آیت آخر سوره آل عمران، در 10 آیت از آخر سوره آل عمران که هنگام بیدار شدنشان میخواندن و تمام این در یعنی وضعیت غیر عادی نشست بود که یعنی اشکال در حتی در خواندن از او وجود نداره که بدون مصحف بوده باشد و یا یعنی مصحف و قرآن کریم شکل محترمانه گرفته شود، در اصل موضوع مشکلی نداره. اما ادب این هست که هرچی بیشتر و بهتر مؤدبانه باید نشست و قرآن کریم خواند و قرآن کریم شنید، ورنه در عام حالات و در حالات ضرورت جواز دارد که نشسته یا خوابیده انسان قرآن کریم بخواند و گوش دهد. بله، جزاکم الله خیر. همونطور که شما فرمودین بالاخره هیچ اشکالی ندارد که حتی انسان خب وقت خواب خود به خود دعایی باید بخونه بعد بخوابه، یعنی کلا اجازه داره، ولی ادب این رو میرسونه که انسان به یک صورت هیئت خاصی و بخصوص وقتی که قرآن رو میخواد خودش تلاوت بکنه بشینه و قرآن رو گوش بکنه یا قرآن بخونه. بیننده بعدی پرسیدن که آیا با مالی که از راه حرام به دست آمده میتوان به حج رفت؟ یک کار حرامی برای یک کار حلال و واجبی. بله، موضوع سوال مشخص و معلوم هست که با مال حرام می شود که عبادت الله تبارک و تعالی را انجام داد، به حج رفت. و در اصل الله تبارک و تعالی ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله تبارک و تعالی پاک هست، جز پاک چیزی دیگری را قبول نمیکند. و مثلا صدقه از مال حرام یا که عبادت و طاعات از مال حرام چیزی هست که اصل عبادت یعنی موردی رضای الله تبارک و تعالی نیست، چون مسیر باید که مسیر عبادت، مسیر حج، تمام از اینها با طاعت الله تبارک و تعالی انجام شود، نه با معصیت الهی. بله، وقتی که میخواه یک عبادت و رکن اسلام انجام بدهد باید مال حرامی که هست به جای استفاده از او در این عبادت او را با صاحبان اصلی از او برگردانه، یا اینکه موردی اگر نداشته باشد به فقرا و مساکین بدهد، تا که نه که اقل شی مسئولیت او در برابر کاری که انجام داده تخفیف پیدا میکنه و جرمی او کاهش پیدا میکنه و میشه الله تبارک و تعالی در بدل او را بیامرزد. اما اینکه یعنی کسی با ارتکاب جریمه پول جمع آوری کند باز مسجد بسازد یا عبادت دیگری را انجام بدهد، آن موردی یعنی در اصل مورد پسند الله تبارک و تعالی نیست. اگرچه بعضی ها گفتن که اصل فرض از او ادا می شود، اما راجحتر و قویتر است که الله تبارک و تعالی ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله تبارک و تعالی پاک هست، جز پاک خرچی دیگری را در راه خود نمیپذیرد. یعنی شاید میشه اینطور گفت که
کاری که انجام داده حرامه، گناهش باقی مونده، اما ثواب یک کاری که خوبی که انجام داده هم براش نوشته میشه. مثل قضیه مثلا که به حج مسئله قبول بودن حج او محل اختلاف هست که آیا حج او ادا می شود یا نه. و راجح تر به حساب احتیاط در مسئله و دلالت نصوصی که در این موضوع این محذر هست و توبیخگر هست، باید با مال حرام نباید کس حج انجام بده. جزاکم الله خیر شیخ. آقا سید مهدی پرسیدن که اول بگین قرآن را چه کسی جمع آوری کرده و زمانش کی بوده؟ قرآن کریم در اصل در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعاً جمع بود، نوشته بود و در شماره از صحابه کرام که 4 تن از انصار بود، عبدالله بن مسعود و دیگران بود، مجموعه قرآن کریم را افراد حفظ مشخص داشتند. بودند در زمان رسول الله. مجموعه قرآن کریم را حفظ داشتند و مجموعه آیات قرآن کریم از وقتی که نازل میشد از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط کاتبان وحی که معاویه رضی الله تعالی عنه یکی از آنها بود، زید بن ثابت رضی الله عنه یکی از آنها بود، علی رضی الله تعالی عنه یکی از آنها بود، ابوبکر صدیق هم یکی از آنها، عثمان و اینها هم یکی از آنها بود و عثمان رضی الله عنه هم یکی از حافظین کل قرآن کریم بود در او زمان. یعنی تمام از توسط اینها با املای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نوشته شده بود. حتی در موارد مثلا آیت نازل میشد و بخشی از او نزول او به تأخیر می افتاد. بعد از اینکه او قسمت او نازل میشد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همون کاتب وحی را طلب میکرد تا اینکه این جزئی آیت را اضافه کرد. قسمی که در آیت لیس علی الاعمى حرج ولا علی اعرج در برای جهاد آمده، یعنی در اول جزئی آیت نازل نشد بود. وقتی که عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه آمده مستعرض شد که وقتی که جریمه حق در مورد کسانی که از جهاد عقب می نشینن بازنشستگی دارن، در باره جرمی از اونها آمده لا يستوي القاعدون من المؤمنین. این آیت بوده، آیت قبل ما اشتباه گرفتم. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاهدون في سبيل الله. اینجا آمد گفت که ما حضور یافته نمیتوانیم چون نابینا هستیم، نمیتونیم که حاضر شم. و دیگر الله تبارک و تعالی برای تکریم این جزئی آیت به تأخیر گذاشته بود. نازل کردی جزئی رو که لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. این کلمه در بعد نازل شد و از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاتب وحی طلب شد و اضافه گردید در آیت در جایش جای مشخص. بله. و هرگاه آیتی از قرآن، یک آیتی از سوره نازل میشد، کاتب وحی که نوشته بود او را طلب میکرد و میگفت در فلان آیت بعد در فلان سوره بعد از فلان آیت و قبل از فلان آیت قرار بده بنویس. پس این همه چیز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود، اما تمام این یک جا تا یک دفتر منظم به صورت یک مصحف کامل یعنی گذاشته نشده بود. که در زمان، یعنی چیزی که این کاتب وحی نوشته بود پیش او بود، چیزی که کاتب وحی دیگر نوشته بود پیش او بود، چیزی که کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم املا گرفته نوشته بود نزد او بود. و بالاخره در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جریان جنگ‌های ردت شمار زیادی از صحابه کرام که بیشتر از 70 تن از حافظان قرآن کریم بودند که حافظ کل قرآن کریم در جنگ‌های یمامه در برابر مسیلمه الکذاب به شهادت رسیدند. اینجا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیشنهاد جمع آوری مجموعه نسخه های نوشته شده قرآن کریم را به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کرد و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در نتیجه اصرار عمر فاروق رضی الله عنه زید بن ثابت به این قضیه مقتنع شد. در سال اول هجری
و در سال اولی خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اولین سال هجری بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجا زید بن ثابت رضی الله عنه که یکی از جوان 20 چند ساله بود، یکی از کاتبان وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم و از استعداد بسیار عالی برخوردار بود که در زمان که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردن به مدینه منوره و اونها را هدایت دادن که باید زبان بنی اسرائیل، زبان عبرانی را یاد بگیرد تا اینکه نامه‌هایی که میآید، چیزهایی که ضرورت میشه در تعامل با اونها شخصی مأمونی از خود داشته باشد. در مدت 10 روز این زبان آموخت و یاد گرفت، یعنی اینقدر استعدادی عادی داشت که کمتر از 1 ماه، یعنی در مدت کوتاه آموخت. بعد از او این مسئولیت بدوش گرفت و از تمام جاهایی که نوشته شده بود نزد هر آن کسی که بود با ایراد 2 شاهدی که در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم و با امضای رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده قرآن کریم را جمع آوری کرد تا به اینکه 2 آیت از اواخر سوره توبه و 1 آیت هم از 2 آیت از سوره احزاب، بله، یعنی با چنین شکل یافت نشد. تنها یکی از صحابه کرام خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را ذو شهادتین، یعنی گواهی او را برابر گواهی 2 نفر قرار داده بود، نوشته اینها را گرفته حاضر ساخت. اینجا بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را ذو شهادتین، گواهی اون را برابر گواهی 2 شخص قرار داده بود، بنابر قوت ایمان و صلابت یعنی ایمانی که از او در حادثه لمس کرده بود، حس کرده بود پیامبر اکرم صلی الله. پس از این پذیرفته شد. یعنی موضوعی بود که باید هر آنچه نوشته می بود با آنکه این 2 آیت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه این 2 آیت را حفظ داشت، دیگران هم حفظ داشتن، ولی نوشته از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم برایش میخواستن و این نوشته تنها نزد خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه یافت شد. این جمع آوری اول قرآن کریم بود. در زمان ابوبکر صدیق هر سوره علاهده جدا گذاشته شد. بعد از او در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، بعد از گذشت 6 سال از خلافت عثمان ابن عفان رضی الله عنه و فتوحات اسلامی زیاد شد، خیلی از کشورها مناطق زیاد شد با یعنی اشکالات میانی گروه های و دسته های مجاهدین که از شهرهای مختلف و از کشورهای، فعلا بگیریم کشورهای مختلف، اون زمان مناطق مختلف سرازیر میشدن در سرزمین آذربایجان و اون منطقه. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه احساس کرد که با هم در نحوه تلاوت اشکال دارن و اختلاف دارن. آمده پیشنهاد کرد حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که باید مجموع اینها با یک قرائت جمع آوری شون و این مصحف در نسخه برداری شده در اختیار همگان قرار داده شود. که در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه باز هم بار دیگر این مسئولیت به زید بن ثابت رضی الله عنه سپرده شد و سوره های قرآن کریم ترتیبی که فعلا وجود داره، این ترتیب با اونها در این زمان داده شد، یعنی مرتب در این زمان مرتب گذاشته شد و در یک مصحف صرف مصحف در آمد فرمه. در زمان جمع زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر سوره جداگانه در جدا بود. یعنی تقریبا میشه گفت که خود عثمان رضی الله عنه کاری که ابوبکر شروع کرده بود رو کامل کرد و صورت یک مصحف کامل در آورد. بله، اینها و ترتیب فعلی آیات قرآن کریم هم مصحف شد، به همون اساس گذاشته شد و در اینجا در سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم در اولش در اول اون وجود نداره، عثمان ابن عفان رضی الله عنه پرسیدش درباره ازی، یعنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل در بسم الله راجع به این ما نیافتیم. لذا در این اختلاف جزئی سوره انفال است یک سوره
جدا هست و بدون بسم الله الرحمن الرحیم آمده، لذا در اول بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته نشد چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و نقل راجب او نیافتند. بناهن این جمع دومی جمع مرتب قرآن کریم در زمان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه بود و تا به حال محفوظ است. بله. جزاکم الله خیر شیخ بابت این توضیح مفصلی که انشاءالله بینندگان عزیز نیز کاملا مطلب رو فهمیده باشن که به چه صورت بوده قرآن، چون خیلی از چیزایی که شما گفتیم شرح خیلی مفصلی بود که من واقعا بهره بردم و داستان این که اول به صورت جدا جدا بود و بعد به صورت یک مصحف کاملا به این نتیجه رسیدم که چیزی بود که واقعا لازم و ضروری بود در عصری که صحابه در اون دوران زندگی میکردن، بخصوص بعد از اینکه خیلی از صحابه ها به شهادت میرسیدن، حافظان قرآن بودن و بعد از اینکه مناطق زیادی هم فتح میشد و احتیاج به این بود که قرآن در دسترس مردم قرار بگیره. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 33 20 10 12 62 2044 14 20 28 10 79. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب دکتر، سال بعدی بیننده در مورد این است که پدری به رحمت خدا رفته، آیا زکات فرزند به مادرشان داده شود اشکال دارد؟ بله. جواب کاملا بله اشکال دارد. بله اشکال دارد، چون نفقه مادر بالای فرزندان لازمی هست در صورتی که پدرشان وفات کرده باشد. هر ورثه یعنی اقارب زن و یا اقارب خردسینی که از بدون سرپرست باقی میمانند بالای ورثه لازم هست که نفقه از اونها و مخصوصا فرزند بوده باشد، حتی پدر هم که بوده باشد و امکان کار و زحمت برای اون نبوده باشد که خودش عایدی نداشته باشد، برای فرزندان لازم است که خرج و مصرف اونها را والدین هر دویش ادا کنند و همچنان اطفال خردسینی که از اونها باقی ماندن می بوده باشد. و در این صورت که نفقه اونها شرعاً و طور واجبی و فرضی بالای اونها لازم است، درست نیست که به او زکات خدا بدن، بلکه باید حتما بالای از اون خرج بکنن و جزئی مسئولیتشان هست. زکات فراتر از او به اقارب دیگری که خرج اونها بالای از این نیست، نفقه از اونها بالای از این لازم نیست، با اونها داده میشد، نه با ورثه با اقاربی که خرج و نفقه اونها بالای شخص لازم بوده باشد. بله، یعنی پدر، مادر و حتی فرزندان نفقهشون بر عهده برادران و خواهرانی خردسین یا یکی خواهرانی که یعنی امکانیت درآمد دیگری نداشته باشند، یعنی از لحاظ در خانه با اینها و تحت زیر نفقه اینها بوده باشند. اما اگر شوهر داشته باشد و در نفقه اونها بالای از او بوده باشد، در اون صورت میتونن که با او
زکات خود. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی پرسیدن که پدرم شیر خام جمع میکنه، مرکز جمع آوری میگه تا 3% آب باشه مشکلی نداره و پدرم آب میریزه داخل شیر خام، آیا این کار حرام است یا نه؟ اگر مستفیدین مطلع بوده باشن و با آب غیر خالص و شیر غیر خالص و آبدار با اونها فروخته می شود و با امو اساس اونها پول داده و میخرن، اینجا می شود که اشکال نداشته باشد. اما در غیر او این حق شرکت یا اداره نیست که چیزی بالای مردم به تصویر و شکل تصویری به اونها عرض بکنه و از اونها پنهان بداره که چند فیصد بین گویا تعامل غش و خیانت بین خودش و بین کسانی که مواد خام و مواد اولی به او جمع میکنن داشته باشد، چون از او باشد یا از کسی دیگری غش است برای مستفید. ولی اگر برای مستفیدین عرضه می شود به اساس اینکه چند فیصد آب دارد، می شود اینجا مشکلی نداشته باشد. یعنی اینجا که سوال معلومه که شاید طرف کاملا شیر از حیوان میگیره و بعد میفروشه، ولی چون که میگن اجازه داری تا این اندازه از آب استفاده بکنی، آب رو قاطی میکنه. یعنی شاید هم مردم از این جریان با خبر باشه، الله اعلم دیگه. نه، مستفیدین از این جریان با خبر ولی اگر یعنی قضیه غش و گول زدن توش باشه، این کار حرامه. بله، طور کلی در غش هست. بله. غش نظامی و رسمی از طرف حکومت. بله، سبحان الله. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده از اهواز، آسیه از اهواز، یعنی شاید سوالی به صورت حیران، یعنی حیران شده از بعضی قضایا، این سوال براش پیش اومده که آیا این آخوندها که اینقدر دروغ و خرافات را به مردم، به خورد مردم میدن، این کارها را از روی جهل و نادانی میگن یا واقعا میخوان مردم را از حق منحرف کنن؟ کم سوادهایشان از روی جهل و نادانی میگوین و با دنبال روی اینو آن و با عدم استفاده از عقلانیت ظاهری خود، چون خود کاملا با اونها تسلیم کردن که هر آنچه میگوید واقعا حرفشون درست، حرفی درست است و هیچی مورد قابل اعتراض، حق اعتراض به او نیست. قسمی که یعنی معروف هست از مراجع تقلید و دیگرهایی که اتباع زیر دست خود به این آماده می سازند و همچنان حتی در طریقه های تصوفی خرافی هم عین چیز هست که پیر هر آنچه میگوید مرید چون مرده نزد اوست. این چیزی هست که یعنی به اساس عقل کاهی و عقل ربایی اونها تربیت شدن و این ذهنیت روانی برشان داده شده. پس اونها فکر نمیکنن که چی هست میگوین و چی ارزش گفتارشان و چی واقعیت دارد یا ندارد. بناهن از روی جهل هر آنچه آمد شنیده شد میگوین. اینها طبقه جاهلش است، اما اکثر مراجع عظما و آیت الله های دستی 2 و دستی 3 آنها با بسیاری از حجت الاسلام ها و دیگرهایی که هستند، اینها به اساس دیدی دسیسه‌ای بر تعالیم اسلامی و به اساس اهداف گمراه سازی پیش می روند، چون یعنی بسیاری از چیزها از آفتاب روشن‌تر هست، اما اونها و او اقدام میکنن و در اکثر بیانات گفته هایشان و صحبت هایشان یعنی قصدن تصویرهای فردی دارن، نه که تصویرهای شنیده تصویرهای قصدی دارن. خودشان میدانه که داره دروغ میگوید. مثلا حدیث میخواه استدلال کنه یا آیت قسمتی از یک آیت میگیرد، باقیش از مردم پنهان نگه میکنه، قسمت دیگری را از دیگر جا میگیرد، قسمت آیت حدیث را از یک بخش حدیث میگیرد، از یک حدیث بخش دیگری را از مجموعی از یک دروغ میخواه بگیری مردم میده. این تزویر است که مثلا امثال آیت الله ها و مراجع تقلیدی مورد تأیید آنها قصدن و
عمدن انجام میدهند و الله تبارک و تعالی اینها را هدایت بدهد و آنهایش که بدون هدایت از دنیا میروند و جزای اعمالشان برسند. انشالله خدا انشالله همه کسانی که باعث گمراهی مردم میشن را راست هدایت بکنه. و من هم از مردم بخصوص شیعیان عزیز خواهش میکنم که وقتی که آخوانها احادیث و یا روایت هایی را ذکر میکنن در صحبتاشون، خب ازشون بخوان که آیا میتونن از خود مذهبشون، حتی مذهب شیعه، این روایت و سندی برای این روایت بیارن که واقعا این حدیث وجود داره در کتاب ها، در روایت خودشون. چون خیلی از چیزایی که میگن انگار که مثل رمان و داستانایی است که اصلا حتی در کتاب خودشون هم وجود نداره و خودشون هم نمیتونن براش یک سند و یا یک مدرکی درست بکنن در کتاب هاشون. سوال بعدی بیننده در مورد، یعنی 2 تا سوال کرده بیننده بعدی. یکی در مورد تجارتی که گفتن آیا شریک شدن در کار با یک کسی که نماز نمیخواند درسته؟ این باعثی از بین رفتن برکت است و در صورتی که خودم مسلمان میدونه نه باید نماز بخونه و او رو توصیه بکنه و جزی از تعامل قاطعانه با اوست که باید با او تعامل نداشته باشد. بله، یعنی نزدیک به این کار نشه بهتره. بله، اما در مجموع تعامل تجارتی میتونه انسان با شخص غیر مسلمان هم داشته باشد. بله. سوال بعدیشون در مورد این است که آیا دعا سبب افزایش روزی انسان می شود؟ بله، دعا یکی از موارد است که الله تبارک و تعالی با او روزی انسان و عمر انسان و برکت عمر انسان و چیزها را زیاد میکند و انسان توفیق میسر میکنه و در جاهای از قرآن کریم توصیه شده به اینکه یعنی در هر موردی باید دعا کرد و از الله تبارک و تعالی طلب خیر و طلب رزق و چیزهایی را و در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به طور بیشمار یافت شده، حتی در دعایی که در سجده میکردن اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واهدنی وعافنی وارزقنی. یعنی دعای روزی در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موارد متعدد آمده. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده که محمد از تربت جام این سوال کردن میگه که من همیشه جمعه ها بعد از ظهر سر قبر پدرم میرم. چند سال این کار رو میکنم. میخوام ببینم این کار من درسته یا نه و چه کارهایی برای پدر مرحومم انجام بدم که ثواب داشته باشه. یعنی رفتن برای دعا بر والدین بالای قبرشان بله. و همچنین اقارب دیگری که فوت میشوند اشکال ندارد. دست رفته برای از اونها بلکه وضعیتی از اونها را به یاد میارد و قیامت هم به یاد انسان میارد و انسان متوجه میسازد که آینده او هم به امی راه رفتنی هست و باید برای این موقف و برای این خانه آمادگی کلی خود داشته باشد. و دعا یکی از عمده‌ترین چیزهایی است که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان میمیرد و از او 3 چیز، همه چیز از او برمیگردد و 3 چیز به او پیوسته فایده میرساند. یکی علمی که به سود مردم داده و به مردم تعلیم داده، یا کار خیری که انجام داده و صدقه جاریه هست و پیوسته تا وقتی که او باقی هست ثواب او به او میرسد. یا اولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکی که برای او دعا کند. یعنی خیر ای همیشه به بالای قبر بوده باشد یا در نماز یا که در بعد از نماز و در عام حالات زندگی خود در جریانی رفتن در همه حالات برای از اونها دعا کند و دعای از او اثرش به او میرسد. همچنان صدقه بکنه الله تبارک و تعالی به ثواب ای را بعد والدین ما برسان. و همچنان اگر حج بالای اونها فرض شده باشد و موفق به حج کردن در وقتی او با تصمیم داشتن که ادا بکنن اما میسر وقت برایشان میسر نشد یا که یعنی این سال و سال دیگر اونها را به تأخیر انداخت تا که مرگ به سراغ اونها آمد، این فریضه را هم از جانب اونها باید ادا کنن ورثه ایشان.
بخصوص فرزندان همچنان روزه قرض بالای اونها مانده باشد، تمامی از اینها باید ادا کنن و او برایشون ثوابش میرسد. اما ای که خودی او هیچ تصمیمی ادای را نداشته باشد، مسئله جیدگانه است که در او صورت باز هر نوع ادای از او اداگر و قضا شونده نیست. جزاکم الله خیر و امیدواریم که آقا محمد واقعا یک فرزند صالحی باشه که از پدر مادرش به جا مونده باشه و سبب خیری حتی بعد از مرگ پدر مادرش برای پدرش باشه. بله، که مشروعاتی مثلا کاری خیری انجام میدهد با نام پدرش مسجد میسازه، یا که در ساختار مسجد سهم میشود، یا که در سرک و تمام جاده ها و هر خیری که میتونه انجام بده. بله، هر کاری خیری که میتونه انجام بده و برای دعا کنه الله تبارک و تعالی را به ثوابی را با والدین ما برسانه و ان شاء الله خودش هم از اجر محروم نخواهد. جزاکم الله خیر. جناب دکتر، بیننده بعدی پرسیدن که من خودم اهل سنت هستم، میخوام یک زن شیعه بگیرم، آیا نکاحمون جایز هست یا نه؟ در اصل مورد نکاح مسئله جداگانه است، اما برای در نظر داشت یک وضعیت بعدی فرزندان و اینکه اونها چگونه تربیه میشوند و موفقیت در تربیه اونها مسئله است که باید دقیق داری اندیشید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه صاحب دین و زن با همسر گرفتن زن دیندار توصیه کردن که مردم در عرف عامه انسانی و بشری انسان زن یا با اساس سرمایه‌اش یا با اساس نسل و نسبش یا با اساس شهرت عامه‌ای که داره یا با اساس زیبایی که داره به اساس گرفته میشد زیبایی و سرمایه. اما باید فظفر بذات الدین تربت یدار، تو بنده مسلمان باید صاحب دین و دیندار را انتخاب بکنی، الله تبارک و تعالی زندگی تو را موفق و کامران بسازد. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم دعا کردن و این مسئله یقینی هست که شخصی که مورد نظر استاد هست صاحب دین درست نیست، اشکالات داره، اما میتونه که پیشتر از او تلاش بکنن تا که باعث هدایت اونها شود و با هم زندگی هدایتمند و موفقانه پیش ببرن. یعنی الان انتخابشون به خاطر دین و از چیزایی که پیامبر گفته به خاطر دین انتخابشون نیست دیگه، شاید به خاطر چیزای دیگه باشه. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی در مورد تجارت است، باز چون امروز ظاهرا خیلی سال درباره تجارت کردن. بیننده پرسیدن که آقا محمد از ایران که آیا کار کردن با فارکس یا تجارت از طریق بورس اینترنتی مشکل شرعی دارد یا نه؟ در صورتی که تبادله جنس یعنی پرداخت از طریق سهام اینترنتی بوده باشد بورس و جنس موجود بوده باشد و به جانب دیگر تسلیم داده شود، بله، یعنی این دو قید داره. جنس در عالم واقع بوده باشد، بله، مال و به جانب دیگر تسلیم داده شود که از ذمه ای بیرون شود و با او و در ملکیت او و تحویل او قرار بگیرد. در این صورت اشکال شرعی نداره. اما ای که کاملا در عالم خیال بوده باشد، تجارتی در عالم خیال نه جنس است و نه مالی هست، پشتی سر هم خالی هست، تنها تجارت ارقام هست و هر کس که در تجارت ارقام قمارگونه برنده شد پول او میگیره و دیگره. چون شاید فارکس هم بیشتر معاملش هم با پول است، یعنی صرف دلار و بقیه پولا پوند و یورو، یعنی خرید فروش اینترنتی پول بیشتر رخ میده. یعنی تجارتی که شما گفتین درش رخ میده ولی بیشتر سر این قضایه است. در این هر دویش هست، اموال هم هست، یعنی اجناس هم هست و پول هم هست و در پول هم عین چیز داد و گرفت مباشر و باید وجود داشته باشه و پول در ارقام نبوده، پول در واقع از
پیش صادر شود و در حساب بانکی دیگری وارد شد. قرار بگیرد. بعد از او یعنی عینی تعامل بوده باشد. یعنی تنها ارقام خیالی چیز در اصل تجارت بله. نباشد. یعنی گاهی این چیزهایی که صورت میگیرد به نوعی از ریبا یا که قمار شبیه تر است از اینکه بعد تجارت بوده باشد. وقتی با وجود شرایط تجارت بود اشکال در اصل موضوعش ندارد. بله. مگر اینکه آلودگی های دیگری در وسط داشته باشد، چیزی حرام در تجارت باشد یا یکی فاقد شرایط اصلی تجارت بوده باشد. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی در مورد گرفتن وام ازدواج پرسیدن که گرفتن وام ازدواج در صورتی که لازم داشته باشید چه حکمی دارد؟ وام ازدواج در صورتی که یعنی مشروط به سود بوده باشد نادرست است. بله. یعنی سود در او حتمی بوده باشد باید از او اجتناب کرد، چون الله تبارک و تعالی در سوره بقره با الفاظ صریح جنگ با سودخوران را و معامله‌گران با سود را اعلان کرده. بله. اما یکی به خالی از تعامل سودی بوده باشد هیچ اشکالی ندارد و الله تبارک و تعالی برایش برکت برایش ارزانی کند و الله تبارک و تعالی به عهده گرفته که فسوف یغنیهم الله من فضله. آنها که چیز کمبودی دارن و ازدواج میکنن الله تبارک و تعالی غنی سازی و ثروت به فراهم سازی ثروت برای اونها به عهده گرفته است که فسوف یغنیهم الله من فضله. الله تبارک و تعالی از فضل خود با فضل و کرم خود اونها را حتما در مدت زمانی نزدیکه، چون سوف هم یک کلمه تقریب هست، یعنی در مدت زمانی نه بسیار دوره آنها را الله تبارک و تعالی غنیمند می‌سازد. بله. یعنی هیچ وقت این قضیه باعث نمیشه که انسان رو به یعنی فقر یا نداری به خاطر ازدواج باعث نشه که انسان به هر کاری دست بزنه دیگه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که آیا من میتوانم نمازم رو در مسجد اهل تشیع بخوانم؟ کامل سوال من قدر است. بله. در مجموع اگر در مسجد قبر مورد عبادت و پرستش نبوده باشد، یعنی به عبارت دیگر امام بارگاه و شبیه آن نبوده باشد و پشتی سر انسان مشرک ادا نشود، اشکال ندارد. در هر قسمتی از زمین انسان ادا میکند. اما در صورتی که این دو چیز بوده باشد مربوط هر گروهی که بود یعنی در او میتونه نماز بخونه. اشکال نه، در صورتی که در او اصل و اساس در او قبر مورد عبادت مورد عبادت هست، یعنی از او حاجت خواهی می شود، نزد او دعا می شود، به اون نظر و نیاز تقدیم می شود. تمام از اینها انواعی از عبادت هستند که همه شرک هست و هیچ یکی از اونها به غیر الله تبارک و تعالی ادایش درست نیست. جایی که مرکزی شرک بوده باشه در او ادای عبادت درست نیست. بس. اما ای که عاری از او بود اشکالی نداره، مسجد عام بود با پشتی سری مشرک ادا نشد، اینجا اشکاله ندارد، بلکه همه اجزای زمین برای مسلمان و جعلت للارض مسجد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه از خصوصیت های امت است که مسجد خاص برای از اونها شرط قید و شرط نیست، بلکه در تمام قسمت های کره زمین به شرطی که مکان پاک و نظیف بوده باشد میتونن که نماز بخوانن. بله. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی که برادر شیعه هستن گفتن، این آقا معین از ایران گفتن که آیا تغییر دین از مسلمان بودن به مسیحی گناه دارد؟ و بیننده بعدی نیز راجع به این قضیه گفتن که ما شیعه هستیم اما خودمون هیچ حق انتخابی نداشتیم، فقط به ما میگفتن که خروج از دین یعنی مرتد شدن و دو تا سال شاید به هم ربط داشته باشه. یعنی تغییر ایشون دیگه ظاهرا میخوان کلا به خاطر چیزهای بدی که شاید از مذهبشون دیدن کل دین را ترک کنن.
بیننده عزیز به جای یکی از یک دایره شرکی به دایره شرکی بالاتر یک انتقال بکنن، این برای اونها لازم است که اولا دین اسلام، مطالعه درستی از دین اسلام و قرآن کریم و تعلیمات توحیدی از او برای خود پیدا کنن و تلاش کنن که اسلام درست بفهمن و توحید و سنت که اساسات دین مبین اسلام هست با اونها اطلاع کافی پیدا کنن. بعد از او، یعنی بعد از او کاملا نفسا و قلبا اطمینان پیدا خواهند کرد که جز اسلام دینی دیگر قابل پذیرش نیست، ورنه مسیحیت هم مرکب از شرکیات و خرافات بیشماری هست که کمتر از خرافات تشیع 12 امامی نیست، با بعضی کفریات اضافه تر دیگری که در مذهب تشیع شاید نبوده باشد و چیزهایی در مذهب هست که در او نیست. پس بجای رو آوردن به کفر باید به اسلام درست رو آورد و مطالعه درستی از توحید الله تبارک و تعالی و از دین الله تبارک و تعالی و از خود قرآن کریم بدور از الهامات این و آن قبر پرستان و امام پرستان و ولی پرستان دیگره برای خود پیدا کنند و قرآن کریم با ترجمه عادی و در دسترس هست که میتونه که از او بهترین تعلیمات اصلی قرآن کریم را و تفاسیر علمای اسلام موجود و در دسترس هست و در سایت عقیده در سایت کتابخانه عقیده میتونن که با کتاب‌های مختلف در از تفسیر قرآن کریم و از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از شبهات و نقد شبهات و رد اشکالاتی که دشمنان اسلام بر دین مبین اسلام دارند، چی رسد که دشمنان داخلی بوده باشند یا دشمنانی، یعنی دشمنانی مستتر یا دشمنانی علنی و صریح، هر آنچه که دارند راجع به شبهات از آنها و نقد انتقادات نادرست و شبه افکن آنها کتاب‌های متعدد وجود دارد در کتابخانه عقیده و اسلام، کتابخانه عقیده، یعنی با دامنه 1500 کتاب در او هست. پس میتونن که از استفاده کنن و خود به اسلام برسانن به جای از اینکه خدا کلا از دین اسلام دور کنن، خدا به کفری بزرگتر خدا انتقال بدن. پس از الله تبارک و تعالی برای برادران خود دعای هدایت کامل میکنیم و دعاگو هستیم که الله تبارک و تعالی ما را هم به هدایت نگه داشته باشد و اینها را هم توفیق بده که توحید و راه توحیدی را درست بفهمند و به جای مرتد شدن یا که انتقال از یک دایره شرکی و خرافی به دایره کفری دیگره خود به دامن اسلام و توحید و دعوت ناب اسلامی انتقال بودن تا که هم موفقیت دنیا بوده باشد و هم موفقیت آخرت. از الله تبارک و تعالی بار دیگر برایشان رستگاری و توفیق هدایت کامل را می‌خواهیم ان شاء الله. بس جناب شیخ، شاید یک مشکلی هم که این بینندگان دارن که کسانی که به این روز میافتن اینه که خیلی از چیزهای خوب در ایران فیلتره. قضیه اینترنت ایران شما شاید خبر ندارین، ولی تو ایران خیلی از سایت ها و چیزهای اسلامی و خوب که رد شبهات میده فیلتر، مثل سایت عقیده که شما بیان کردین. این در دسترس مردم عادی نیست و در حالی که خیلی سایت های عادی و ضد دین در اسلام راحت مردم میتونن ازش استفاده بکنن و فیلتر نیست. این از یک قضیه به قضیه دیگه این که کسانی که شاید خودشون میخوان از اسلام دور بکنن به خاطر اون رفتار، اون برخورد و اون دروغایی که از علما و از آخوندهای خودشون دیدن، خب خودتون فکر بکنید که شما وقتی که میخواین از اسلام مثلا مرتد بشین یا از اسلام برین بیرون و به مسیحی و به یک آیین جدید برین، خب میرین اون آیین جدید رو مطالعه میکنین، میرین کتابشون رو میخونین، در حالی که من مطمئنم خیلی اصلا کلا قرآن رو مطالعه نکردین. یعنی قرآن رو نخوندین، چیزی که دارین ازش دور میشین اصلش رو نخوندین، ولی میرین چیز جدید که میخواین بگیرین مطالعه میکنین و بررسی میکنین و انگار خودتون به عنوان یک مبلغ اون کیش و آیین جدید بیرون میایین. در حالی که گفتم پس وقتی که میخواین
رفتار بد یک نفر که باعث شده شما را از اون دور بکنه، خب اصل رو بگیرین که شاید اصل اون قضیه خوبه، ولی کسی که داره به ما میرسونه دروغگوز و داره به ما چیزهای بد و چیزی که واقعا در این دین وجود نداره به ما داره میرسونه. خب مذهب شیعه خودش رو به اسلام منتسب میکنه، ولی خیلی از چیزهایی که میگه نه رسول الله و نه خدا و نه قرآن و کسی این حرفا رو نزده و اونها برای بازارگرمی خودشون چیزها رو درست کردن. پس انسان با فکر و با تدبر پیش بره و واقعا مطالعه بکنه که چیزی که داره چیه، بعد بره اگر چیزهای دیگر رو مطالعه بکنه خیلی بهتره و تصمیم رو میتونه بهتر بگیره. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی باز در مورد مهدی پرسیدن که مهدی یا امام زمان کیست؟ آیا واقعیت دارد؟ که این بیننده ظاهرا از اهل سنت باشه، چون از جده سوال کرده. بفرمایید. ظاهرا بیننده ما از اهل تشیع هست نه از اهل سنت، چون یا حتی میشه که هر دو بوده باشد. چون امام زمان مصطلح خاصی است که اهل تشیع داره و اهل سنت و عموم یعنی نصوص قرآن و سنت از او خالی هست. و در دایره خالی و فارغ میچرخد، چون شخصی هست که نه به وجود آمده و نخواهد آمد. اما در موضوع اصلی مهدی، قسمی که در احادیث متعدد آمده که در مجموع از آنها به درجه یعنی احادیث حسن و به درجه صحیح میرسند و در مجموع از آنها یک یعنی شمار احادیث درجه مشهور هستند. بله. میاد که شخصی در آخر زمان یعنی مشخصاً پیش از خروج دجال، بله، پیش از خروج دجال ظهور میکنند، وقتی که مسلمان ها در یک وضعیت افراط تفریط و گرفتگی قرار دارند، در خانه که نامشان با نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نام پدرشان با نام پدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توافق دارد. مسلمان ها در بین رکن و حجر الاسود یعنی پیش خانه کعبه با او بیعت میکنند. افراد و کسان طرف مکه مکرمه هم به جنگ او میرد، ولی الله تبارک و تعالی همه اونها را نیست و نابود میکند، بلکه خسف زمین میشوند، در زمین فرو میروند. افراد از قبیله کلب و دیگرهای وجود دارد حتی از جزیره عرب. بالاخره فتوحات اونها انتشار پیدا میکند که بار دیگر شام و ترکیه یعنی ترکیه فعلی یا که استانبولی فعلی که قسطنطنیه بود، بار دیگر دوباره زیر فتح میشه و زیر حاکمیتی این خلیفه مسلمان ها که ملقب به مهدی هست و نامش محمد و نام پدرش عبدالله از ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نسل فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها می باشد، می آید. و در عین حال در وقتی که هنوز در مسلمان ها در قسطنطنیه در حال جمع آوری غنایم می باشند، پشت سر صدا می آید که دجال ظهور کرده. برمیگردن در منطقه شام میرسن که دجال ظهور میکنه، یعنی اون وقت تا به حال ظهور کردن نمی باشد. بعد از او جریان مدتی که دجال در دنیا به خاطر فتنه و امتحانی ایمانداری اشخاص از طوایف بشر الله تبارک و تعالی او را یعنی الله تبارک و تعالی او را پیدا میکنه و خروج میکنه. بزرگترین فتنه دنیا داره. بله، بزرگترین فتنه تاریخی دنیا هست که دعوای خدایی میکنه و چیزهای الله تبارک و تعالی در اختیار او هم قرار میده. تمام پیغمبران بله اما تمام پیامبران از نوح علیه السلام تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امتهای خود را ترساندن و برحذر داشتن. در این جریان دیگر تمام مناطق تحت تصرف و سلطه دجال و اتباعی از او میرود، جز مکه و مدینه منوره که تحت حاکمیت کی می بوده باشد؟ مهدی. و الله تبارک و تعالی در بازهایی را از دجال با واسطه ملائکه و فرشتگان حفظ میکند که دوباره
میآید و از اونجا پیش آمده بیرون مدینه میآید، اونجا پایین میشد ولی پیش آمده نمیتواند، چون اگر پیش آمد ملائکه ها او را میزنند. این هست مهدی که در این جریان پس دوباره دجال برمیگرده طرف شام و در اونجا می باشد که عیسی علیه السلام نزول میکند و اولین نمازی که هست به امامت مهدی عیسی علیه السلام هم ادا میکند. بعد از او یعنی حکومت انتقال میکنه به عیسی علیه السلام، با آنکه یعنی مهدی مسلمان ها هنوز زنده هست. یعنی در زندگی عیسی علیه السلام اولین نماز پشت سری از او ادا میکنه و بعد از او اداره حکومت مسلمان ها انتقال میکنه به عیسی علیه السلام و عیسی علیه السلام رفته دجال در منطقه شام بابلود اونجا قتل میکنه و متوجه میشوند به سرزمین قدس و دیگر مناطق و مجموعه که جنگ با یهود رخ میده. عیسایی های دنیا با او اسلام میارن و بسیاری از یهودی ها هم داخل اسلام میشن و این من اهل الكتاب الا لا يؤمنون به قبل موته. هیچ یک از اهل کتاب نمی باشد مگر که الا لا يؤمنون لا يؤمنن، یعنی هیچ یکی از اهل کتاب نمی باشد مگر که به پیامبر به عیسی علیه السلام قبل از مرگشان حتما ایمان میارد. اشتباه نخوانده باشم. و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. یعنی تمام اینها با او ایمان میارن، تا اینهایی که ایمان ده. افرادی که ایمان نمیارن از گروه یهودی ها اونها به دست مسلمان ها و با واسطه عیسی علیه السلام چون هیچ نوع تسلیم نمیشوند به قتل میرسند و جزیه هم چون غیر مسلمان دیگری وجود نخواهد داشت. جزیه هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که و یضع جزیه را هم کلا برطرف میکنه و ختم میشود به دست عیسی علیه السلام. این هست و این قضیه مهدی از دیدگاه اهل سنت دیگه از دیدگاه اهل سنت و روایات حدیثی که آمده در مجموعشان امی موضوع بیان میکنه که پایان عیسی یعنی حکومت مهدی شامل 7 سال می باشد که یکی از سالهای او تقریبا 1 سال و چندی از او در حضور داشته مرحله خروجی دجال هست تا به کشته شدن او. و در این مدت حکومت مهدی مسلمان ها هم محصور در مکه و مدینه می باشد بعد از اینکه انتشاری وسیع‌تر داشت. یکی بعد از عیسی علیه السلام مهدی محمد ابن عبدالله از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه مدت زنده میمانند راجع به این چیزی در روایات صریح نیامده. بخاطر یک انسان عادیه که دنیا اومده و اینجوری نیست که دنیا میآید از تو چاه بیرون بیاد و غایبه و این قضایا دیگه اهل سنت به این چیزا اعتقاد ندارن. اونها چیزی از خرافاتی هست که یعنی مثلا ما به حساب بعضی چیزهایی که در بعضی از نوشته ها هم اونا را یادآور شدیم. در اصل موضوع امام زمان و مهدی یعنی نام نهاد نزد برادران 12 امامی یکی از جمله راه حل های مرض روانی هست نزدشان. سبحان الله. چون در تاریخ تشیع وقتی کسی که بخونه از اول تا به مرحله امام زمان هر آن کسی که از اهل بیت می بود و برای با او نسبت با او اعتماد می داشتن با نام مهدی یاد می شد، یا که خیال و تصورشان می بود که فلانه کار ما و مشکل ما از طریق او یا در دایره انتصاب با او حل می شود. و افراد و اتباع خود همیشه چیز میدادن، یعنی بشارت میدادن، با اونها وعده میسپردن که یعنی در زمان این زمان که در این مهدی هست و
در زمان این مشکلات حل میشه و مثل الان که قضایا به نفع امام تاریخ الان مثلا الان خیلی از شیعیان اینجور اعتقاد دارن که خامنه‌ای کسی است که نمیدونن پرچم را به امام زمان میسپاره، یعنی در اعتقاد شیعه. خب اگه خامنه‌ای فردا مرد، چون الان بیمارستانیه و ظاهرا مریضیش هم سخته، خب اگر خامنه‌ای بمیره بعد یه داستان دیگه باید درست بکنن. الان اینجوری دارن، حتی من تلویزیون یه بار دیدم که احمدی نژاد نمیدونم پرچم رو تحویل امام زمان میده، احمدی نژاد دورش تموم شد، حالا میگن خامنه‌ای دیگه. خب به هر حال یعنی اینها آمد هر یکی وفات میکرد دامنه دیگری را میگرفتن و در پی دیگری میشدن تا به یکی از این سلسله و در این سلسله بسیار مهدی های بیش از 30 مهدی در تاریخ تشیع گذشت و به دست هیچ یک آنها چیزی انجام نشد. بله. و تا به یکی زمان امام حسن عسکری بله. رحمه الله فرا رسید و او هم در سن جوانی وفات کرد و فرزندی از او باقی نماند. اینجا یعنی قسمی که نوبختی در کتاب فرق خود و دیگرهای میگویند به شیعه های امامی، اون وقت 12 امامی نبود، اون وقت تنها امامی بود، چون 12 امام انحصار و 12 امام تا به حال نشده بود. امامی به 20 دسته تقسیم شدن. چیزی از اونها جعفر برادر حسن امام گرفتن، چیزی دیگرش گفت که نه حسن وفات نکرده پس دوباره زنده می شود و باز امام می باشد. چیز افراد دیگرش گفتن که حسن اصلا امام نبوده، جعفر امام بوده که جعفر معروف به جعفر کذاب. بله. و گروه های متعدد که یکی از اونها گفت که فرزند، یعنی مشکل به فرزند بودن او بود. اینها فرزندی برای از او تصور کردن، خیال کردن و گفتن که یعنی ما تصور میکنیم که این فرزندی داشته و او فرزند از پیشی گویا مادرش به سرداب رفته و از اونجا دیگر بر نگشت. الان کی دیده؟ لازم نیست کس دیده باشه. یعنی در عقل تصور ذهنی می شود که کسی بوده باشد، تصور عقلی نمی شود، عقلانی نمی شود، تصور ذهنی می شود که بوده باشه و کس ندیده باشه. در ذهن هر چی خیال بکنی می شود که خیال بکنی. خب بعد از این مسئله 7 سال قضیه از اون معطل ماند و بعد از اون ترکه از اون بعد از 7 سال بکی میان فرزندایش، میان برادرایش و مادرش توزیع شد. فرزندی می بود، ترکه باید فرزند می گرفت، نه که برادرایش. خوب زندگی زمان او پوت شد دیگه. اینجا پس دوباره این کسی که به غیبت رفته و پوت شده این خیالی بوده، هرگز نمیآید و نمیمرد. یعنی مشکلیه که هر لحظه می آمد و مهدی نامیده می شد و باز وفات میکرد و هیچ یکی از آنچه که میگفتن حاصل نمیشد، حل شد. نه هرگز نه میآید، نه بودن، نه میآید و نه این وابستگی به او. یعنی یک مشکلی روانی را اینها خواستن که از خودشان حل بکنن. یعنی دیگر امام زمان خواهد آمد که ظاهرا قصه‌اش هم طولانیه دیگه. بله. یعنی بیش از 1000 و چند صد سال شد. هنوز هم نیامد و حکومت جبری شیعه سازی آمد، چنگیز آمد، در پهلوی از اونها اینها استاد شدن. بله. و ایران و جاهای دیگری از سرزمین اسلامی را جبران توسط چنگیزی ها، مغول ها دیگه، بله، با تشیع اجبار ساختن، مجبور ساختن. بیش از 1 قرن حتی علمای اهل سنت و دیگرها مجبور بودن که طبق دیدگاه تشیع زیر سایه حکومت چنگیزی ها خطبه ها و صحبت ها داشته باشند. یعنی بعد از حکومت اجباری صفوی ها آمد و باز ولایت فقیه آمد و بعد از او
ولایت سیستانی آمد با همکاری و مدد امام زمان آمریکا، بوش و سپس اوباما. بله. یعنی ولی امام زمانی که در خیالات بود هنوز در خیال است، چون او برای یک حل یک مشکل روانی و استفسارات بیشمار اتباع ساخته شده بود و در اما محدود باقی میماند، چون نه دیگر چیز عامه اهل تشیع از فقیه ها و ولی فقیه پرسان میکنه که امام زمان که رفت و چیزی حاصل نشد چگونه این یعنی از پاسخی پرسش محفوظ ماندن و همیشه که گفت ان شاء الله امام زمان خواهد آمد تو خمسه که لازم هست و خمسه با ما بپرداز تا که البته از نظر خمسی هر چیز دیرتر بیاد به نفع بعضی بله هر چیزی که نیاید بهتر، هم از اون مشکلی و سوال پاسخ با او سوال بله واقعا یعنی رهایی یافتن و هم جیب‌های خمس و جیب‌های پر با اونها میسر شد. ولی متأسفانه به اسم دین اسلام این قضایا داره تمام میشه، منسوب به اسلام و اسلام از او بری است. الحمدلله. جزاکم الله خیر شیخ. بنده از اتاق فرمان میخوام که شماره تماس بینندگان رو زیرنویس بکنن که از الان بینندگان نیز میتونن تماس بگیرن و فقط گفتم خواهش میکنم که سوالاشون اول آماده بکنن و بعد تماس بگیرن تا بتونیم سوالای زیادی بیشتری از بینندگان دریافت بکنیم. جناب استاد، بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که میخواستم بدونم چجوری از گناه توبه کنم. آقای ناظری از قزوین این سوال کردن. توبه از گناه اسمی که در آیات قرآن کریم بیان شده، در یک آیت توبه عامه و در یک آیت توبه اهل علم و افراد مورد اقتدا. بله. یعنی دیگران از اونها دنبال روی اونها هستند. بله. شروط مشترکی که در اینجا هست باید از عملکرد زشت خود پشیمان شود. بله. این شرط اساسی هست، از او پشیمان بوده باشد و اظهار ندامت داشته باشد در قلب خود، دوم عزم کامل اصلاح نفس و اصلاح عمل خود در آینده داشته باشد که از این لحظه دیگر کار زشت را برای همه ترک میکنم و اصل قضیه توبه دیگه بله. این گناه بر نگرده. بله، اصل توبه است که پشیمانی از عمل کرد، بله. ترک عمل کرد زشت، بله. و تصمیم قاطع برای عدم بازگشت به او. بله. و سوم اصلاح عمل و رو آوردن به کرداری نیک. این هست در برای عامه. و اگر جزئی از یعنی گناه جزئی از حق تلفی افراد بوده باشد باید حق را به اونها برساند. این هست جزئی از یعنی اگر مگر ای که اعاده حق در به مشکلی بزرگتره می انجامیده باشد، اونجا مسئله دیگری هست که باید که از او هم خودداری کرد. یعنی مثلا آبرو ریزی کسی بوده و او آگاه نیست که از جانب کی تجاوز بر حریم آبرو و عزت کسی بوده، لازم نیست که باید برای از او رفته، یعنی بلکه یعنی درست نیست که رفته برای از او بگه که ما با فلان قریبی تو فلان یعنی عزیزی تو ما این کار زشت انجام دادم پس ببخشه. نه، این کار زشت دیگری است، بلکه باید برای پرده بگذاره و در آینده خود اصلاح بکنه و در اصلاح جانب دیگر هم بکشه. آنچه که از حقوق مالی افراد بود به حدی که امکان بود باید با اونها ادا کنه و اگر امکان نبود برایش میتونه که از اونها عفو بخواه. اگر بخشید آمرزید، درست نه آمرزید، تلاش بکنه که تا حد امکان برای اونها یعنی تهیه بکنه، تدارک بکنه. این هست در موضوع عامت الناس. میگرده به افرادی که اهل علم هستن یا افراد مورد اقتدا، باید یک شرط اضافی به اونها است که باید بیان کنن برای افراد عامه زیر نظر خود که این مسئله
اشتباه بوده و یه عملکرد اشتباه بوده و در آینده نباید صورت بگیره. بیان بطلان عملکرد قبلی برای اهل علم و یا بیان غلط بودن دیدگاه قبلی برای اهل علم و افراد مورد اتباع، این شرطی دیگری است برای توبه. یعنی واقعا بگه که من از کاری که انجام دادم پشیمانم و این کارهای من اشتباه بوده دیگه. بله. تا دیگران ازش پیروی نکنن از کارهای گذشتهش. جزاکم الله خیر شیخ. تماس بینندگان رو میگیریم. آقا حبیب الرحمن از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. فرمودین که ببخشید پیش از اینکه دیگه صحبت رو اصلی مطلب میگیم. فرمودین که امام مهدی نیست. مهدی از دیدگاه اهل سنت این توضیح دادن، از یعنی منظورشون بود مهدی از دیدگاه اهل تشیع، یعنی چیزی که اهل تشیع بهش اعتقاد دارن چنین چیزی وجود نداره. اهل سنی هستیم. بله. نه گفتن مهدی گفتن که امام مهدی نیست، نمیاد. نه ایشون اینجوری نگفتن، شما نگین گفتین. گفتن در اهل سنت توضیح دادن اگر یعنی امام زمان ببخشید متوجه نشدم. بله. بله ما با واقعا اصلا بازار میام مهدی میگیم بخاطر که بله. بفرمایید از طرف گیرنده، یعنی از طرف تلفن صدای ما رو بشنوید گیرنده عزیز. متوجه ببخشید من متوجه نشدم. صحیح اسم از امام مهدی به خاطر ما با خاطر تماسن. بله. سوال دیگه ندارین؟ سوال ندارین؟ ظاهرا قانع شدن تموم شد. اشتباه فهمی بله بله. آقا عبدالعزیز از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید یه سوال داشتم من جناب شیخ. بفرمایید. این است که میگن اگه آدم تقواشو ببره بالا، مثلا الله تعالی میشه گوشش، چشمش، زبانش، دستش، پاش. حالا که اونجوری میشه، یعنی مثلا الله تعالی بشه چشمش، الله تعالی مثلا چشم بصیرت دارن، آیا این امکان داره که چشم بصیرت به همون شخص بده، یا مثلا گوشش نوا بهش بده که مثلا بفهمن مثلا بغل دستیاش چی دارن میگن؟ بله. بعد اگر همین چیزی هست، راه رسیدن به این کمالات اینا چجوریه؟ این یه قضیه. بعد قضیه دیگه میخواستم بفهمم که این میگن صوفی یا خرافی است. اصل صوفی لطفا واسم توضیح بدین که آیا اصل صوفی درسته یا نه؟ و بعد برای تزکیه نفس که میگن 40 نشینی میکنن، آب و خرما و یکم توضیح بدین. بعد درباره مال مشکوک و مشتبه. بله. مال مشکوک و مشتبه که مثلا ما میخوایم استفاده نکنیم یا به قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن پرهیز کنیم، اگر اینجوری باشه که ما هر چی میخوایم تو این دنیا استفاده کنیم مشکوک و مشتبه میشه. مثلا ما میخوایم کار پول دست بکنیم، میخوایم بریم یه چیزی بخریم، حالا اون جنسی که میخوایم بخریم یا به قول معروف برنجی، میوهی، هر چیزی دیگه، سبزی، بله. چجوری تهیه شده، اون جزء مال من که لطفا اینا واسم توضیح بدین. جزاکم الله خیر. الله حافظ شما. حیاکم الله. جزاکم الله خیر شما. خیلی ممنون از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا محمد از تهران، سلام علیکم، بفرمایید. آقا محمد صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. عرضم به حضور شما خدمت آقای مبارز عزیز عرض ادب دارم. امیدوارم که خداوند توفیقتون بده. سلامت باشید. من یه خواهشی ازتون داشتم، بفرمایید. که شنونده ها رو نادان محسوب نفرمایید. یعنی فکر بکنید که 4 تا آدم محقق هم پای صحبت شما نشستن و دارن گوش میکنن. شخصیت خودتون میره زیر سوال. بله سوال شما، یعنی حرف شما درسته، ولی اگر از ما این چیزا رو دیدین درسته، یعنی اگر ما مردم رو نادان حساب کنم. من میخواستم بگم که شما در صحبتاتون معاویه رو در ردیف سایر صحابه پیغمبر و حضرت علی قرار دادید، و حال اینکه معاویه جزء طلقاست
ایشون مگر چند مدت کاتب وحی بوده که شما عنوان کردید که ایشون جزو کاتبین وحی بوده؟ بیننده عزیز اگر لطف کنید اگر سوال دارین سوال مطرح بکنین، اگر سوال ندارین بینندگان دیگه پشت خط هستن. بله سوالم اینه که علت حذف حی علی خیر العمل و منع صیغه توسط خلیفه ثانی چی بوده؟ چون من یک نفر شخصی هستم که در این زمینه تحقیقات فراوان کردم، خواستم ببینم آیا به نتیجه درستی رسیدم یا نه، ضمن اینی که من با منع صیغه خلیفه ثانی موافقت 100% دارم. تشکر میکنم از شما، انشاءالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی را بگیریم. آقا حسین از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سوالی داشتم درباره مهدی. بله بفرمایید. این مهدی که الان آقا جناب مولانا توضیح میدادن خرافاتی است، خب تا نهایت قبول شد. از نگاه اهل سنت هم مهدی وجود داره؟ باشه انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. دریافت کردن. بله. ظاهرا خیلی هنوز سوال براشون باقی مونده که انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. سوال دیگه هم داریم بیننده عزیز؟ درد شما در میکنه. حالا سوالات زیاد داشتم، خب این یک را جواب میخواستم. انشالله پاسخ دریافت خواهید. تشکر میکنم از شما. درد شما درد نکنه. خیلی ممنون. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. شاشم با اون وصال ظاهراً تماس قطع شده. بینندگان عزیز با هم یک میان برنامه میبینیم و باز خواهیم گشت و عمر خود را غنیمت شمارید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که مردی را نصیحت می کردند خطاب به وی فرمودند 5 چیز را پیش از رسیدن به 5 چیز غنیمت بشمار: جوانیت را قبل از پیری و تندرستیت را قبل از بیماری و توانگری را قبل از تهیدستی و فراغت را قبل از گرفتاری و زندگیت را قبل از مرگ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمودند من بدم می آید از انسانی که او را بیکار می بینم، نه به کار دنیا مشغول است و نه به کار آخرت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب دکتر، دو تا از بینندگانی که الان تماس گرفتن و سوال کردن، آقا حسین و آقا حبیب الله، سوالشون در مورد خاص مهدی از دیدگاه اهل سنت بود که گفتن خاص اینو توضیح بدین. بفرمایید. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. راجع به مهدی نزد اهل سنت و مهدی نزد اهل تشیع صحبت مفصل تری داشتیم دیگه و در اونجا بیان کردیم که یکی اصطلاح امام زمان هست که در سوال و برادر دیگر آمده بود. این اصطلاح مخصوص اهل تشیع هست و نزد اهل سنت وجود ندارد. یعنی اما امام زمان از نظر اهل سنت به مهدی اطلاق نمیشه دیگه که بگن امام زمان اصطلاحی نیست که اهل سنت به کار ببرند. اما اصطلاحی که نزد اهل سنت و مورد استفاده هست اصطلاح مهدی هست و مهدی گفتیم که نزد اهل سنت هم نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پدرشان هم نامی پدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این دیدگاه اهل سنت و قرب خروج دجال و نزول عیسی علیه السلام زمانش می باشد
در او زمان به او بیعت میشه و مناطق زیادی از کشورهای اسلامی که به نحوه غصب شده یا تحت تصرف غیر مسلمان ها واقع شده و از جمله در شام هم که از با نصارا جنگ میشه و چیزهای دیگری در زمان او به وقوع میپیونده و او حکومت به در زندگی خود به عیسی علیه السلام تحویل میده و میسپاره. این بود نزد اهل سنت و الجماعت و یکی از جمله چیزهایی که مثلا در قدیم زمان محمد ابن عبدالله ابن حسن نفس زکیه هم یکی از این مواردی که بسیار زیاد اشتباه نزد حتی محمد ابن عجلان و امام مالک و بعضی از اهل علم مدینه هم که ایجاد کرده بود در مهدی بودن او، علتی همنام بودن او و پدرش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و پدری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که نام خودش محمد و نام پدرش عبدالله بود که عالمی که از او صحنه جنگ‌های او جان به سلامت بود گفت بعد از او که نامش محمد و نام پدرش عبدالله بود از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از نسل فاطمه دیگر فریبی هیچ کسی را در ادعای مهدی بودن نمیخورم. این یکی از جمله ادله یا خفی جانب هست که نام او و نام پدرش محمد ابن عبدالله و ای در سنه 130 و چنده در زمان ابو جعفر منصور و به وقوع پیوست. این هست مهدی نزد اهل سنت. جزاکم الله خیر. جناب دکتر، بیننده بعدی آقای عبدالعزیز از ایران بودن که در مورد این پرسیدن که چندین سوال داشتن که سوال اولشون و تقریبا توضیح هم زیاد دادن در مورد این بود که خب گفته میشه که اگر انسان تقوا داشته باشه کلا یعنی با عبادت ها، چون که من بیاد یک حدیثی افتادم که انسان با تقوا که زیاد انجام بده خب الله یعنی گوشش میشه، دست و پاش میشه. آیا این امکان دارد؟ چون الله مثلا اگر انسان رو به انسان چشم بصیرت بده درست است. و بعد گفتن که راههای رسیدن به کمالات چیه؟ بفرمایید. اینجا ظاهرا برادر ما اشارهشان به استدلال بعضی ها از حدیث است که در صحیح بخاری آمده و امام بخاری رحمه الله ظاهرا او را تصحیح کرده و بعضی از اهل علم بودن که انتقاد بر بعضی الفاظ از این حدیث داشتن، نه بر اصل حدیث. منتها این حدیث در صحیح بخاری هست و در این آمده که بنده ما حدیث قدسی است که پیامبر اکرم صلی میفرماید که الله تبارک و تعالی گفتن بنده ما بالاتر از فرایض به هیچ اطاعت و هیچ کاری نیکی قرب مرا به قرب ما و به من نزدیکتر شده نمیتواند، یعنی بالاتر از همه ادای فرایض هست. بعد از او ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی بعد از ادای فرایض یعنی پابندی کامل در فرایض پیوسته با نوافل قرب الله تبارک و تعالی را تلاش میکند تا به ای که به مرحله میرسه اکون سمعه الذی یسمع به، من چشمی او می باشم که با او میبیند و گوشی او که با او میشنود و پای او که با او راه میرود و دستی او که با او لمس میکند. این به همگی واضح است و صریح است که این شخص قبل از اینکه یعنی قبل از این مرحله هم دست داشته هم چشم داشته هم پای داشته و هم گوش داشته، با اینها هم میشنیده و هم میدیده و راه میرفته و میگرفته. پس یقینی هست که معنای این است که الله تبارک و تعالی خود او اعضای بدن شخص معاذ الله اعضای بدن شخص بوده شود و جزئی بدن او شود و این از دایره عقل و دایره یعنی عقلانیت و اسلامیت بیرون است. بنابراین مفهوم واضحی است که یعنی وقتی که این شخص با نوافل آنقدر قرب الله تبارک و تعالی تلاش میکند که دیگر راه و وسوسه حتی وسوسه و اندکترین حرکت های خلاف شرع
و خلاف رضای الله تبارک و تعالی از او سرزد نمیشود. یعنی و در این آیت راهکار رسیدن به این موضوع را بیان کرده در خود این حدیث که یعنی همیشه پابند کامل به فرایض الله تبارک و تعالی می باشد و بعد از او پیوسته با عبادت های نفلی از نماز، روزه، صدقه، خدمت به اقارب و غیره تمام کارهایی که نه تنها نماز که بعضی ها تصور کردن و روزه که خیال بعضی هست، بلکه تمام طاعاتی که در اینجا هست. صله رحم یکی از بزرگترین کارهای نیک هست. خدمت به یتیمان، ضعیفان، بینوایان. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که اگر توان نداشت کسی را در کاری خیر همکاری میکنه، کاری داره و با او دستگیری میکنه و همکاری میکنه. این هم چیزی از کاری خیر است که برای از ثوابش میرسه. پس حتی برداشتن یک چیزی که باعث اذیت مردم میشه از راه خودش تمام این کارهای خیر است که با اینها او مقامش بالا میرسد که به حدی میرسد که هیچ نوع خیال گناه در ذهن او نمیباشه. پس همیشه که نگاه کرد به چیزی نگاه کرد متوجه از این میشه فرمان الله تبارک و تعالی در این قضیه چی هست. خواست که گوش خدا در کار موظف بسازه، متوجه از این میشه که باید اول حکم شریعت در او میبینه، بعد عمل بردار میشه. و وقتی که بخواه برای کار قدم بگذاره اولا حکم شریعت در او میبینه و بعد اقدام میکنه. یعنی هیچ نوع کار مخالف شرع در زندگی خود انجام نمیدهد که با توان و صلاحیت او بوده باشد. و این مرحله است که این انسان یعنی با کمال انجام فرایض و اطاعت و عبادت هایی که انجام داده به این روز با اطاعت به این مرحله رسیده که الله تبارک و تعالی او را از گناه ها طور کلی حفظ میکنه. یعنی چشم هم و این خودش یک نوع رسیدن به کمالاتی که ایشون سوال کرده. بله که به درجه احسان وقتی که انسان رسید، پیام 3 درجه است: ایمان و اسلام و احسان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که ان تعبد الله کانک تراه، که عبادت الله را به گونه انجام میدی که تو او را میبینی. اگر تو او را دیده نمیتونی حتما او تو را میبیند. و در اسلام عبادت محصور به انجام فرائض بندگی بین بنده و الله تعالی نیست، بلکه شامل تمامی شؤون اجتماعی می شود که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خنده تو در روی برادر مسلمانت هم صدقه، بلکه چهره بازی تو در برابر برادر مسلمانت صدقه هست. یعنی این هم یک نوع از عبادت هست، چون کاری را انجام میده که در مورد رضایت الله تبارک و تعالی باشه و بنده های الله تبارک و تعالی در محور رضایت الهی، ذات الهی خوشنود شوند. پس شامل تمام اینها می شود عبادت و تمام زندگی او در مسیر طاعت و عبادت الله تبارک و تعالی انجام می شود. اما یکی تنها خود محصور بسازه به نماز و نمازهای نفلی و روزهای نفلی و دیگر جوانب اجتماعی اسلام کاملا نادیده بگیره، این غلط فهمی است در فهم عبادت در اسلام و فهم درستی طاعت و شریعت اسلامی. یعنی این سوال، این چیزی که شما فرمودین تقریبا به سوال دوم این بیننده عزیز یعنی آقا عبدالعزیز برمیگرده که ایشون گفتن خب یک چیزی به اسم صوفی وجود داره. یعنی درباره اصل صوفی سوال کردن و گفتن که خب یک گروهی به اسم صوفی برای تزکیه نفس که خودشون را بسا پاک بکنن و خدایی بکنن میرن چله نشینی، خلوت گزینی انتخاب میکنن و از خیلی غذاها خودشون رو دور قرار میدن. این کار چه حکمی داره؟ این کار ما در برنامه‌های جایگاه سنت برنامه‌های متعدد داشتیم که چیزهای راجع به این مسائل بیان کرده بودیم و میتونن بینندگان ما هم از طریق یوتیوب فعلا هم مشاهده کنند. در یوتیوب هم در ایران فیلتر متاسفانه. شما رو آدرسی میدین تو ایران فیلتره. خب پس اینجا چیزی که هست یعنی صوفی در مصطلح چیزهایی که دارن در مجموع مثلا خلوت نشینی ها، چهله و غیره چیزهایی است که قسمی که الله تبارک و تعالی از
نصرانی ها عیسوی ها حکایت کرده که و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. رهبانیت و گوشنشینی برای عبادت چیزی است که اونها را از خود بدعتگونه ایجاد کردن، ما او را بالایشان مقرر نکرده بودیم. همچنین این چیزهایی است که اینها از خود تعیین کردن و در اکثر این مخالفی شریعت بوده، یعنی در این مثلا قضایای مراقبت و گوشتن گریستن نگه داشتن خود و جلوگیری از خوراک‌های حرام. چیزی که پیامبر اکرم از خوراک‌های حلال نه تنها حرام بلکه از خوراک‌های حلال استفاده از خوراک‌های حلال که الله تبارک و تعالی حلال گرداند. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، زینتی که الله تبارک و تعالی برای بندگان خود آفریده ظاهر ساخته او را کی حرام گردانده، حالا که در شریعت الهی حلال هست. پس این چیزی است که الله تبارک و تعالی ایره برای مشرکین مکه و اهل جاهلیت در قرآن کریم انکار کرده بود. همچنین پیامبر بود که اون مشرکین و حتی نصارا انجام میدادن. بله چیزی بود که در زمان رسول الله وجود داشت و آیه قرآن در این قضیه هم وجود داشت. این چیزهای از حلال را بر خود حرام گردانده بودند. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از صحابه کرام احادیث صحیح است که آمده پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عارض شدن. در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که ما عبادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه است؟ وقتی که شنیدن گفتن پس باید ما چندین برابر باید عبادت کنیم. یکی اونها گفت که ما در زندگی خود هرگز گوشت استفاده نمیکنم و دیگر یعنی خوراک های لذت بخش و همیشه عمر خود به عبادت الله تعالی صرف میکنم. دیگری گفت ما همیشه شبها نماز میخوانم، هیچ خواب نمیشم. دیگری گفت همیشه روزه میگیرم، هیچ بدون روزه باقی نمیمانم. دیگری گفت اصلا ما یعنی طبیعی عزیز که اصلا با زنها ازدواج نمیکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی که از این آگاه شد مردم جمع آوری کرد، گفت چی شده که افراد هستن راه و روشی را برای خود انتخاب میکنن که در دین ما در روش ما نیست. ما او را نپسندیدم. ما در زندگی خود هم نماز میخوانم و هم قسمتی از شب خواب میشم، قسمت نماز هم قسمت خواب میشم. روزه میگیرم و روزهای بدون روزه میباشم و از گوشت و مال خوراک حلال استفاده میکنم و اکل اللحم، گوشت هم میخورم. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و گوشت بریان و انواع مختلفی از گوشت ها استفاده میکردن و بسیار خوراکی مورد پسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و گوشت بود. یکی از جمله خوراک های سبزیجات و انواع مختلفی و حتی در یک دسترخوان چندین چند نوع غذای که در دسترس بود و دریافت بود استفاده کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و از ایجاد ابو نعیم اصفهانی رحمه الله در کتاب طب خود وقتی که شماره از این چیزها را بیان میکنه تعلیق در یکی از اونها می نویسه که پس این بیانگری است که هیچ یکی از احادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و نقل شده برای امت بدون فایده نیست. حتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و گوشت بریان استفاده میکرد. از این مسئله است که کسانی که از استفاده گوشت بریان و خوراک های لذت بخش خودداری میکنن اونها مخالفی روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و هستند و این فایده این احادیث است. اما اگر بعضی از نادانهای هست وقتی که حدیث میخوانن پیامبر اکرم صلی الله علیه و این چیز خورده چی فایده داره؟ یعنی این حدیث است حتی بعضی، اما او غافل از این هست که در این حدیث حکم و اصلاح روند هست که به اشتباه مخالفت این حدیث و مخالفت این راه رسیدن به الله تبارک و تعالی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله اسوه ماست، یعنی الگوی ما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله. بله، پس وقتی که او استفاده کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و هم در ادامه حدیث میگه که انا اتقاکم لله و اخشاکم، ما با تقواترین شما در برابر الله تبارک و تعالی و ترسنده ترین تان از الله تبارک و تعالی هستم و ما این چیزها را استفاده میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس
من کسی که از راه و روش ما بی‌رغبتی اختیار کرد، راه و روش ما را گذاشته دیگر راهی را انتخاب کرد برای عبادت، فلیس منی، از جمله پیروان من نیست. پس این راه و روشی که انتخاب شده مخالفی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و هر خیر در آن چیزی که مطابق روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده باشد و هر آنچه مخالف او بود اشتباه و دور از دایره خیر و درست است. جزاکم الله خیر شیخ، واقعا لب مطلب را در این قضیه رسوندین. سال بعدی ایشون در مورد این بود که قضیه دوری از شبهه بود که خیلی از چیزها شبهه درش وجود داره و ما هم امر شدیم که از شبهات دوری بکنیم، به خاطر دوری که یعنی نزدیک شدن به شبهه خود به خود انسان را به حرام وارد میکنه. خب در این دنیا میگه خیلی چیزها، به خصوص دنیایی که پیشرفت کرده، خیلی چیزها مشکوک است و اینکه آیا واقعا این کار، این چیزهایی که هست، تجارت، خرید و فروش هایی که انسان انجام میده، آیا واقعا درش شبهه وجود داره یا نه؟ انسان باید چه کار بکنه برای دوری از شبهه در جهان امروزی؟ شبهه در اینجا دو مورد مشترک یا قریب المفهوم هست. یکی شبهه، یکی شبهه پرست، پیروی از شبهات، یکی شک‌گرایی. دو به هم نزدیک است. یعنی در شریعت اسلامی با پرهیز از شبهات موارد قابل اشتباه در درست بودن و نادرست بودن و در حرام بودنشان حکم شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اتقوا الشبهات، از شبهات خودداری کنید، دوری بجوید. فمن وقع فی الشبهات فقد وقع فی الحرام. کسی که در شبهات واقع شد، مواردی که یعنی مدخل برای حرام هست و در حرام بودن اونها و نبودن شبهه است، یعنی مورد شک است که باید حرام بوده باشه. کسی که در او واقع شد، راه برای واقع شدن در حرام برش آسان میسازه، یک مدخل است برای از او. یعنی قسمی که بعضی های از گذشته به طور اشتباه میگفتن که عشق یا محبت حرام نیست. بعضی ها هنوز هم میگوین عشق حرام. حالا که این شخص با یعنی عشق از طریق راه های نامشروع که صورت میگیره، بر روابط نامشروع بالآخره با زنا و عمل کرده های نامشروع میکشانه. پس این مورد شبهه است. این محبتی که تو تصور کرده و این علاقه، روابط عشقی یا روابط پاکی که به خیال کرده، چون باعثی کشاندن به مورد حرام قطعی می شود و یقین بودن که این هم نادرست است و مدخلی شیطانی برای کشاندن تو به حرام. این هست مورد شبهه که باید که شبهات از او پرهیز شود. و این به این معنی نیست که انسان در زندگی خود به اساس شک در تمامی چیز پیش برود، چون این یک مرض هست، یکی از بیماری های نفسی و روانی هست که وسوسه هست و از وسوسه در سوره قل اعوذ برب الناس هست و در تمامی سوره از وسوسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پناه خواسته و با پناه خواستن از وسوسه حکم داده. حتی که درباره وضو مثلا در نماز کسی به او وسوسه پیش می شود که وضوی من باقی هست یا که شکست، حالا که اون چیز نیست، یک شکی در او به او پیش شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه به هیچ اعتباره نده تا با وقتی که متيقنا بوی نمیشنه و یا بوی به مشام اون نمیرسه یا یکی آواز نمیشنه و نماز خود ترک نکنه به اساس یک شک و تردد ذهنی که به او پیش میشود. این موردی است که یعنی در دایره شک و تردد خیالی و وهم و خیال بوده باشد، انسان او را جزئی از شبهات حساب نکنند. موضوع و اعتبار شرعی
ندارد. اعتبار شرعی وقتی هست که در مسئله یعنی وجه تحققی از او یقینی هست و تحققش یقینی هست و وقوع پیوندیش و حالتش واضح هست، اما مورد شبهه است که این درست هست یا درست نیست. از راه مشروع به دست آمده یا از راه غیر مشروع. اگر متيقن بود که از راه غیر مشروع باشه باید از او حتمی پرهیز کنه. اگر مشکوک بود و شبهه در اونجا یعنی بالاتر از 50-60% بالاش شبهه است که این راه نامشروع باشه باید از او پرهیز کنه. اما در صورتی که تنها در دایره شکی ذهنی هست این قابل اعتبار، یعنی شکی که در دایره وسوسه هست قابل اعتبار نیست و انسان از معاملات منع نمیسازه. این چیزی هست در دایره شک. و ما یک چیز دیگری که شاید برگشت سوال برادر ما بوده باشه، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام در زمان او با یهودی ها تعامل داشتن، تعامل تجارتی. با نصارایی که از شام می آمد تعامل تجارتی داشتن، حتی ای که 1 سال قبل پول گندم با اونها می پرداختن، به این تجارتشان می پرداختن، بار دیگر که برمیگشت گندم با اونها می آورد که به نام بیع سلم یاد می شود. یعنی پرداختش پیش هست و جنس بعد چیزی از موارد است که در اونها نسیه در او اجازه داده شده. این وجود داشت. جانب مقابل از جمله نصارا بود و ممکن که اونها مخالفت شرعی در تعاملات خودشان داشته باشند، اما مهم است که انسان مسلمان در تعامل خودش با او افراد و در معامله‌ای که فعلا داره بین هر دو هست در این موردی غیر شرعی نبوده باشد و در خود ای و در تجارت تعامل اینها ای که او پشتی سر با کسی دیگر تجارت نامشروع دارد یا که شبهه است که کار خلافی داشته باشد، این یعنی معتبر در تعاملاتی که در صدر اسلام و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود شناخته نشد. ورنه مسلمان ها اصلا مکه و مدینه سرزمینی آنقدر کشتخیزه نبود و خزایشان از اونجا می آمد، حتی لباسشان بله حتی لباسشان از اونجا می آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لباس های از ساخت کفار پوشیدن، از یمن، از مصر، از شام و از دیگر جاهای بوده و تمام از اونها در جانب یکی از جانب تعامل بالاخره اگر دستی اول نه دستی دو حتما غیر مسلمان بوده و احتمال داره که او یعنی احتمال داره که او موارد نامشروع در تعاملات خود اگر در تعامل دیگرش داشته باشه، اما این احتمال در تعاملات یعنی تجارتی و اجتماعی شریعت اسلامی و مسلمان ها با غیر مسلمان این ها احتمال ها را دین در نظر نگرفته، اعتبار نداده و در نظر نگرفته. مهم است که در تعامل خودت با جانب دیگر یعنی جهت نامشروع و عملکرد نامشروع نبوده باشد. واقعا جزاکم الله خیر شیخ خاطر این توضیحات متین و خوبی که دادین. بیننده بعدی آقا محمد از تهران بودن که نمیدونم منظورشون چی بود، ولی خب میگفتن که شما بینندگان رو بی سواد یا انسان‌های نادان فرض میکنید، در حالی که ما برای بینندگان قرآن جلو رومونه و قرآن میخونیم و از احادیث میگیم. یعنی چیزی نیست که یعنی نشونه بیسوادی و جاهل بودن مردم باشه. اگر خوندن قرآن و احادیث برای مردم نشونه جاهل بودن، خدا میدونه ایشون چه ادعایی برای خودشون دارن. و سوالشون این بود که چرا حضرت علی در اذان حی علی الخیر العمل را حذف کردن و همچنین چرا صیغه را ممنوع کردن؟ اولا حضرت عمر بخشین حضرت علی. بله، اولا اینجا جای یعنی سپاس هست برای ما، الله تبارک و تعالی را سپاسگزاریم که یعنی این افراد از جامعه آخوندی، نه از جامعه عامه تشیع 12 امامی، اینها را مجبور ساخته و اینها را به این میز کشانده که بیایند و چیزهای از حق هم بشنوند تا چیزهایی که از باطل داشتن تنها در اون محور نمانند. و امیدوار هستیم که الله تبارک و تعالی آهسته آهسته
در یک مرحله نه در مرحله بعدی و در بعد از چندین مرحله و اینها توفیق نصیب کنه و این هم جزئی از فتح الهی میدانیم و موفقیت های الهی که الله تبارک و تعالی را بارها و بارها سپاسگزاریم که یعنی این صدای حق به گوشی نه تنها عوام و عامه مسلمان ها بلکه به گوشی محققین از جامعه آخوندی 12 امامی و ولایت فقیه که جامعه دیگری از آخوندی که اونها را به فکرم فرقه دجالیه و غیره مینامن. بله خودشون هم دیگه قبول ندارن. بله چون ولایت فقیه چیزی است که ایجاد کرده خمینی هست، روح الله خمینی و سیستانی و دیگرهای او را نمیپذیرند. پس اینهایی که نمیپذیرند میگه که این بدعت است در بدعت دجالی خود مذهب شیعه دیگه. بله در خود مذهب شیعه. خب به هر حال این مسئله داخلیشان است، اما ما سپاسگزاریم الله تبارک و تعالی را که این افراد کشانده به پای میز و به پای تلویزیون هایی که صدای حق بیان میکنند تا اینکه به گوشه های اینها هم حق برسه و گاه هم که از طریق ما به افراد نرسیده بود از طریق اینها هم چیزهای به سمع دیگرها برسه، اگرچه در مورد نقدی هم که باشد باز هم متوجه میسازد که اینها اینجا زبان حق هم هست، خارج از دایره محدود ساخته که برای ما از جانب نظام ولایت تعیین شده، باید با پای او ما هم بنشینیم قسمی که بله آخوندها نشستن. پس این هم جای خیلی مسرت هست و به همون اساس ما در عمومی چیزهایی که طرح میکنیم، چون اینها را سطح علمی محققین هم در نظر گرفته، نقد علمی به اونها ارائه میکنیم و ادله از قرآن و از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و چون برای اینکه ذهن اینها باز شود ادله عقلی هم و ذهن بازکن هم برایشان عرض میکنیم که انشاءالله رحمان به آخوند موارد مفید برایش بوده باشه در برنامه و در تشریحاتی که راجع به امام زمان و دیگرها بود. لذا اگر آخوند اگر مورد قابل اعتراض میدیدن از قضیه امام زمان و چیزهایی که بود باید از او دفاع میکرد و مورد استدلالی و تحقیقی میداشتن، چون او پایه دینشان هست و بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که آخوند هم در اینجا در اصل دین خود قسمی که ما گفتیم که اساس نداره او هم مقتنی هست در اصل درونی خود و در برداشته های عقلی و ذهنی خود که این امام چیزه امام زمان وجود خارجی نداشته و برای حل یک مشکلی روانی و مشکلی اقتصادی آخوندها تنظیم شده، هم مشکلی روانی و هم مشکلی اقتصادی و هم پاسخگویی همیشه عوامی اهل تشیع که این امام مهدی که میگفته این رفت و چیزه باید فعلا هم تشریف نیاره دیگه. پس به یک کسی وابسته کردن مرد عوام را که نه آمده و نخواهد آمد و نه این سوال دوباره پیش خواهد شد، چون هر بار که گفتن که او غایب است و میآید تا بال چیزی که با او دل بسته. پس این هم جای بسیار مسرت و خوشایند هست که آخوند یعنی این مواردی که جدی ما مطرح کرده بودیم و از اساسات مذهب 12 امامی برمیگشت، موارد قابل قناعت و مورد اقتناع آخوند بوده، الله تبارک و تعالی اونها را چیز بکنه، لذا سوال جانبی رفتن نه در اصل، چون یعنی متعه از موارد فقهی هست نه موارد ریشه عقیدتی و باید که اگر چیزی می داشتن از اصل امامت که اصل یکی از اصول دین هست، بلکه شاید در نزد بسیاری های از اونها از اصل محوری اصل دین هست نزدشان، از او دفاع میکرد و چیزهای و مهدی هم که از در امامت
مهدی هم ریشه اصلی امامت است. از او دفاع میکرد و برای از او استدلال میکرد تا اینکه سوال حی علی خیر العمل بکنه. بله و حی علی خیر العمل خودش هم میدانه آخوند که اگر تحقیق کرده باشد، اما ظاهرا تحقیقش هم تو چیز بوده، یعنی نارسا بوده. هم اگر تحقیق کرده باشد حی علی خیر العمل در زمان اول نبود، در قرن اول و دو و سه نبود، حتی در زمان خلافت علی رضی الله تعالی عنه هم وجود نداشت و چیزی از اون نیامده، بلکه اولین بار در زمان حکومت بنی بویه آل بویه در بغداد و جاهای دیگر از طرف بعضی از منتسبین به مکتب تشیع ایجاد شد و برای بار اول این اضافه در اذان و بعدها از طرف فاطمی های مصر که اسماعیلی مشرب بودند و مطالب راجع به اسماعیلی در برنامه های دیگر داشتیم، اونها ای را اضافه کردن. فعلا چون وقت نمونده زیاد، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم دیگه باید بله رسم میکنیم. و موضوع موسیقی هم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منع شده بود و او را علی رضی الله تعالی عنه از علی رضی الله تعالی عنه فرزندشان محمد ابن حسن و از اونها هر دو فرزندشان عبدالله و حسن مثنی، عبدالله که پدر محمد ابن عبدالله نفس زکی است که پیشتر یادآور شده بودیم، اینها روایت کردن و روایت با اونها هم در کتاب‌های اهل سنت است و هم در کتاب‌های اهل تشیع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه اجازه داشت در حیاتشان در خیبر و بعد از او طوری کلی ایرا منع کردن. قسمی که گوشت خر حرام شد و هر دوشان در یک حادثه و راویش هم جلوی خود علی بود، علی رضی الله تعالی عنه است و این در کتاب‌های اهل سنت هم است و در کتاب‌های اهل تشیع. تنها افراد بیخبر مانده بودن و افراد با اونها اطلاع نرسیده بود یا توجهی نداشتن. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که علی رضی الله عنه یکی از خاص‌ترین مشاورین او بود، که حتی در بسیار موارد یعنی جدی مشاورین خاصی او بود، این موضوع را جدی گرفتن و در تطبیق اجتماعی از او جدی پیش رفتن که هر آن کس که در به فکر اجازه قبلی حرکت انجام میدهد ما او را نادیده نمیگیریم و این باید جدی جلوگیری شود. آنچه که در او زمان منع شده بود عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در تطبیق اجتماعی قانونی او جدی گرفتن و یعنی چیزی که واقعا رسول الله منع کرده بود عملا علی رضی الله عنه روایت کرد و علی رضی الله عنه روایت کرد و عمر اون را اجرا کرد، جدی اجرا کرد. این بود و فکر کنم ایشون چون که دلیل نیو پیدا نکردن گفتن حتما حضرت عمر اومده این رو حذف کرده دیگه، چون که وجود نداره. حتی در کتابای خودشون هم شنیدم که این اضافات از آن وجود نداره، ولی این حرفا رو میزنن. تشکر میکنم از شما، خسته نباشین جناب شیخ. از بینندگان عزیز نیست تشکر میکنم که و عذر میخوام که وقت ایشون رو گرفتم و انشالله تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.